این داستان راجع به یکی از لوطی‌منش‌ترین، بامرام‌ترین، با صفاترین، با معرفت‌ترین، مشهورترین و یکی از نامدارترین پهلوانای ایران و این آدم کسی نیست جز عمو پوریای ولی. اینجا راویفان و قرار داستان پوریای ولی رو بشنوید. پوریای ولی در زمان لشکرکشی هولاکوخان به ایران و تأسیس حکومت ایلخانان و صعود دولت اسماعیلیان و عباسیان در خوارزم متولد شد. پدر عمو پوریا از اهالی گرگانج بود که به خیوه مهاجرت کرده بود و میگن پوریا هم تو همون شهر متولد شده. تو بعضی منابع هم گفته شده مادر پوریای ولی از اهالی خرم‌آباد بوده و از طایفه‌ای به اسم پیرزادی اومده. پوریای ولی در اوایل عمرش به کشتیگیری و بعداً به تعلیم کشتی به جوونا و نوجوانای اون دوره مشغول بوده. بازی کردن رو بیاموزن و در بازی کردن یاد بگیرن. تو دوره خودش هم جز نامآوران و نامدارترین های کشتی بوده. اما پوریا تو اواخر عمر خودش میاره به عرفان و فلسفه و یه جورایی در گروه عارفان و درویشان جا میگیره و میگن به خاطر همینم بهش لقب ولیو دادم. عمو پوریا یک کتاب داره به اسم کنز الحقایق که تو سال 703 قمری اونو نوشته. تاریخ مرگش هم میگن برمیگرده به سال 722، یعنی 19 سال بعد از نوشتن کتابش. اینکه چرا بهش میگن پوریای ولی داستانه مختلفی داره. یکیش به خاطر همون منش درویشانه و عارفانشه که بهش لقب ولیو دادن. اما میگن احتمال داره که پوریای ولی چون تو بچگی موهاش سفید بود و یه اندام درشتی داشته بهش پیرولی میگفتن و طی گذر زمان این شده پوریای ولی. تخلص پوریا تو شعراش قتالی بوده و بعضی میگن اسم واقعیش هم محمود خوارزمی بوده، اما بعضی دیگه هم میگن که محمود خوارزمی پسر پوریا بوده و اسم پوریا محمود نیست. سر این که پوریای ولی دقیقاً کجایی بوده هنوزم که هنوزه بین علما اختلافه، در این حد که حتی ترکای ترکیه اومدن گفتن این پوریای ولی نبوده، پوربای ولی بوده، چون بای یه لقبیه که تو ترکی به معنای بزرگ میشه. کمال الدین حسین گاذرگاهی، امیدوارم که اسمش درست گفته باشم، که مؤلف مجالس العشاق بوده، راجع به پوریا گفته اصلا این پوریای ولی نبوده، پریار بوده. پوریا از دو کلمه پری و یار تشکیل شده و به کسایی میگفتن پوریا که تو انجام یک کاری خیلی سرآمد بودن و تخصص زیادی تو انجام یک کاری داشتن. آرامگاه دقیق و جایی که پوریا رو دفن کردن مشخص نیست. مسئولان میراث فرهنگی آذربایجان غربی با یه آزمایش دی ان روی جسد پوریای ولی مقبرش رو تو اون شهر تایید کردن و در خوی یه آرامگاهی که در خور پوریا باشن و اونجا ساختن. ازبک ها میگفتن که خب پوریا اهل خیوه است و یه آرامگاهی تو خیوه برای پوریا ساختن. تو همون ازبکستان ما یه آرامگاهی تو روستای کردآباد کبودر آهنگ داریم، یه روستایی هم سمت کمامردخ داریم که به قرآن اگه پوریا زنده بود دلش می‌خواست تو این شهرها باشه، اینقدر که سخته. راجع به این که پوریا در دوران زندگیش چی کار کرده روایات مختلفی هست، اما شغل پوریا تو تمام اون روایات یا پوستین دوزی بوده یا کلاه دوزی و طبق تمام روایات هم پوریا به آسیای میانه و ایران و هندوستان سفر میکنه که با پهلوون
شهرهای مختلف کشتی بگیره که پهلوانیش رو ثابت کنه. تو همین سفرها هم بوده که دچار دگرگونی روحی میشه و اسم پوریای ولی تو ورزش زورخونه‌ای یه جور بوته، نه فقط به خاطر کشتی ها و فنی که توی کشتیگیری داشت، بلکه به خاطر کمک به مستمندان و زیر بار حرف زور نرفتن و حمایت از مظلوم و ساده زیستیش. به هر حال اسم پوریای ولی امروزه به یک افسانه تبدیل شده. فارغ از واقعی بودن یا نبودن پوریای ولی یا داستانهای پوریای ولی، یک شخصی بوده با همچین منشی. امروزه پوریای ولی فارغ از واقعیت داشتن داستانهاش به نوعی تو کشورهایی که حداقل ادعاشو دارن یه اسطوره است، یه اسطوره اخلاقه، یک اسطوره پهلوانیه و اسطوره ها چیزی نیستن به جز سایه واقعیت. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار. خب رسیدیم به آخر ویدیو. من عرفانم و اینجا کانال راویفانه و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم که کانالم رو ساب کنید، حتما واسم کامنت بذارید، واسه دلگرمیه. لایک هم اگه کردی که دست خوش. اون زنگوله نوتیفیکیشن هم که بزنی من دوست دارم، شخصا دوست دارم که اینقدر تاریخ رو دوست داری. ممنون از همگی شما. خدا نگهدار.